به نام خداوند بخشنده و مهربان. همدیارانی عزیز، اینک دهه اولی ماه شریف رمضان هم به آخر رسید و از خداوند منان امیدوارم که این عبادت های ما و شما را در این دهه اول، دهه رحمت، به درگاهش قبول کرده باشد و دعا میکنیم که دو دهه دیگر را هم برای ما و هم برای ملت عزیزمان پربرکت بگرداند. همونطوری که در صحبت اول گفته بودیم، خداوند این ماه شریف را همراه با یک امتحان برای ملت ما آورد که امروز در شب و روز روزه‌داری ملت تاجیک با کرونا ویروس دست به گریبان است و واقعا هم خبرهایی که از وطن به ما میرسد بیانگر آن است که همه این ملت دارند جانفدایی نشان میدهند، به خصوص طبیبان عزیز ما که واقعا هم قهرمان ملت هستند و یکایکشان را باید دستشان را فشرد و به آنها تحسین و آفرین گفت. و درباره کرونا ویروس، درباره وضعیت امروز سر و صدا خیلی زیاد است. تحلیلگران می نویسند، روزنامه‌نگارها، سیاستمداران صحبت میکنند و موضوع اولی جهان به خصوص کشور ما کرونا ویروس شده است. جهان دارد آهسته آهسته از کرونا ویروس بیرون می شود. در اروپا، حتی در آسیای مرکزی هم، در همسایه کشورهای ما مثل ازبکستان و قزاقستان، علاقه رهبریت این کشورها دستورهای را برای سبک کردن وضع مردم، آسان کردن نظام کرانتین صادر کردند. اما ملت ما اکنون وارد مرحله های از همه دشوار خود می‌گردد. ما هم می‌توانستیم مثل جامعه جهانی با قبول کردن بعضی قرارهای فوری و مثل جهان، مثل همه بشریت عمل کردن، امروز شاید که در مرحله آرامش وارد می‌شدیم. اما با سبب اون سیاست‌های اشتباهی و جنایتکارانه‌ای که مقامات تاجیکستان گرفتند، همه جهان دارد امروز کم کم نفسی سبک میکشد، به غیر از ملت تاجیک و شاید که ترکمنستان هم که در همین وضعیت گرفتار باشد و چند کشورهای دیکتاتوری که از اول نخواستند اعتراف کنند و این بیماری را رها کردند، با یک حالت اپیدمی داخلی رساندند و الان ملت دارد عذاب این را میکشد. دوستان گرامی، از روز اول که این مشکلی پیدا شد من یک سخنرانی داشتم و از همگان دعوت کردم که بیاید در همین حال حاضر که هیچ رقم آمار، هیچ دلیلی در دست نداریم، به حرف حکومت گوش کنیم و آن چیزی که مقامات رسمی تاجیکستان درباره کرونا ویروس میگویند همان را اساس قرار بدهیم. بعضی ها ما را تنقید کردند، گفتند که شما اینقدر خوشباور هستید به حکومت یا یگان پیام مثبت میفرستید به حکومت با این حرفایتان، چگونه میشه به این حکومت باور کرد؟ این به اون معنی نبود که من به حکومت جمهوری تاجیکستان در کل باور داشتم و هنوز هم باور دارم. این به معنی آن بود که حکومت جمهوری تاجیکستان از همه نزدیکتر به واقعیت است، معلومات ها در دست آنها جمع میشوند و از همه مهمش هیچ حکومت در دنیا منفعت‌دار نیست. اگر حکومتی عاقل هست منفعت‌دار نیست که بر ضرر خودش کار کند، این وبای جهانی را پنهان کند و بگوید که درمان نیست. اصلا وقتی که یک حکومت میگه که در ما کرونا ویروس نیست، از این چی برد میکند وقتی که جهان گرفتاری آن است؟ ما از این لحاظ که منطق در اینجا کار میکند، از عقل استفاده میکند، گفتیم که به نفع رحمانوف و به نفع حکومت نیست که این کرونا ویروس را پنهان کنند و بیایند بگویند که درمان نیست. و شاید یک اشتباه کوچک ما هم کردیم. یک اشتباه ما این بود که هنوز هم امید داشتیم که یک مقدار از منطق و از عقل در وجود این مسئولین تاجیکستان وجود دارد و نه خودشون را در این بلا گرفتار میکنن نه ملت را. اما چی کنیم که همون خوشبینی از حد زیادی ما امروز میبینیم که واقعا یک کمتر زیادتی بوده است و نمیشه دیگر با این حکومت حتی در مسئله هایی که با فایده خودشان هم هست باور کرد. امروز واقعیت چی است؟ کسانی که میگفتند در تاجیکستان کرونا ویروس نیست و ما را متهم میکردند به خیانت، به دروغ پراکنی، به پانیک انداختن، امروز خودشان اعتراف کرده هستند که هست. اما با وجود آن که اعتراف میکنند که در تاجیکستان بوده است این کرونا ویروس، باز هم از اون عملهای خود، از اون خائن تراشی خود، دشمن تراشی خود دست نمیکشند و میبینید که در رسانه ها، در شبکه ها چگونه فرزندان ملت خود را باز هم متهم به خیانت و به دروغگویی و به دشمنی میکنند و
اونها مجبورن که اعتراف کنن حرفای ما را، اما چون طبیعتشون همین شده است، دیگر گرفتار یک سیاستی غلط شدند، نمیتوانند از دشمن تراشی دست بکشند. حالا آماری که تا امروز در دست داریم همدیاران عزیز، دو آمار هست. یکی آمار رسمی هست که تا این لحظه میگویند که یک چیز کمتر یا بیشتر از 300 نفر در تاجیکستان گرفتار ویروس شدند. از اون 15 اولی که در روز 30 اعتراف کردن، امروز یک بار تا 300 نفر رسید و میگویند که 5 فوتیده هم داریم. این آمار رسمی هست، اما ما آمارهای غیر رسمی داریم که مردم بیشتر به آنها اعتقاد دارد، زیرا آنها را با چشم خود میبیند، در همسایگی خود میبیند، در خانواده خودش میبیند، نه اون چیزی را که حکومت میگوید. حالا برمیگردیم به این آمارها که در دست داریم، اما میخواستم اینجا یک نکته را بگم. مشکلی اصلی ما در تاجیکستان در گذشته هم همین بود، حالا هم هست. میترسم که در آینده هم تا وقتی که این حکومت هست این مشکلی باقی خواهد موند. این دروغ است. حکومت جمهوری تاجیکستان، من اصلا نمیدونم که برای چه از دروغ راحت میکند و از راست میترسد. حتی در اون جایی که راست گفتن به نفعش هم هست، از دروغ استفاده میکند. یکیش همین کرونا ویروس نشانه خیلی واضح آشکارش است. و بعدا برای اینکه دروغ خود را پنهان کنند، شروع میکنند به بافتن دروغ و دروغچه ها و دروغک های دیگر و این سلسله دروغ ها ادامه پیدا میکند و بعضا حتی میرسند به یک نظریه های خیلی هم کودکانه که یک نظریه احمقانه کودکانه از زبان یک اکادمیک صدا میدهد. جامعه را دروغ فرا میگیرد، جامعه را آوازه فرا میگیرد و این باعث ایجاد پانیک، ناباوری و بی‌اعتمادی به همه میشود. پیش از همه به حکومت، به مقامات رسمی، بعد به همه کسی که در این باره صحبت میکند. من فکر میکنم که اگر ملت ما، همه، حالا هم حکومت، هم اپوزیسیون، هم رسانه، هر کی است، اگر میخواهیم واقعا با این گونه بحران ها سر و کار خوب کنیم، مدیریت خوبتر داشته باشیم، پیش از همه باید اعتماد مردم رو به دست بیاریم. باید اعتماد سازی کنیم. باید شروع کنیم از همین روز به حقیقت ها را گفتن، راست گفتن، به مردم معلوماتی درست دادن. باور کنید بعضی ها فکر میکنن که دروغ گفتن گاه به نفع حکومت است، به نفع جامعه است. اگر ما راست را بگوییم مردم پانیک می شود، نرخ ها بالا می رود. من فکر میکنم برعکس. تجربه جهان نشان داد که هر کی دروغ گفت بر ضرر خودش و جامعه شد و هر کی در این گونه حالات ها راست عمل کرد، حقیقت را گفت، هم خود را نجات داد و هم مردم را بیشتر مسئولیت شناس کرد. شما تصور کنید که اگر حکومت تاجیکستان 1 ماه پیشتر اعتراف میکرد، 1.5 ماه پیشتر اعتراف میکرد، ما چی میداشتیم؟ هزارها نفر، شاید که ده ها، صدها هزار آدم احتیاط میکردن. مثلا در تاجیکستان ویروس هست، همسایه از همسایه احتیاط میکرد، خویش و تبار از یکدیگر این فاصله اجتماعی را رعایت میکردن، دانشگاه ها تعطیل میشد، مکتب و مدرسه ها تعطیل میشد. مثل تمام دنیا امروز دارد از حالت کرانتینی بیرون میاد. ما اکنون به کرانتین وارد شده ایستادیم. برای چی؟ برای که دروغ گفتند. چی ضرر میکردند؟ حقیقت رو میگفتند. حالا بعضیا میگن که اکنون دیر شد. مادامی که دیر شد، از این به بعدش هم باید که حقیقت رو به مردم نگفت. من میگم هنوز هم دیر نشده است. راست رو گفتن هیچ وقت دیر نمیشود. ما اگر بیایم امروز با مردم صمیمانه، صادقانه حقیقت رو بگوییم، هممون، من باور دارم که در یک مدت کوتاه میتوانیم این بحران رو مدیریت خوب کنیم. البته من امید دارم، باور دارم که ملت ما این بحران رو پس سر خواهد کرد. حتما تاجیکستان از این بحران رهایی خواهد یافت. اما با چه قیمتی، با چه نرخی ما از این بحران میگذاریم؟ هر چقدر اگر حقیقت رو بیشتر بگیم، مردم بداند، تلفات ما و اون نرخ داده ما، بهای داده ما در این روزهای بحرانی کمتر خواهد شد. دوستان عزیز، بخصوص کسانی که طرفدار رحمانوف هستید، در سیستم او کار میکنید، از او پشتیبانی میکنید، بدانید که حقیقت را گفتن در این شب و روز به فایده شما هم هست. مطمئن باشید. اون حالا وقتی که وبا آمده است، فکر نکنید که فقط دامن مردم عادی را میگیرد، دامن طرفدار اپوزیسیون را میگیرد. نه، دامن شما را هم میگیرد. این وبا
حزبیت رو نمیشناسد، دین رو نمیشناسد، ملت رو نمیشناسد. این خبرهایی که امروز ها میبینیم در رسانه ها خش و تباری هممون هستند. من شنیدم که دادری منصور جان عمرов از دنیا گذشت، از خداوند رحمتش کند و من تسلیت خود را بیان میکنم، چون خودم مرحوم را نمیشناختم اما برادر او را میشناختم و میشناسم و یعنی این مصیبت است واقعا. اگر یا که جیانی دیگر کس گذشت، چقدر شخصیت هایی که از داخل خود حکومت بودن از دنیا رفتن یا بیماری هستند، مگر برای خانواده آنها این آسان است از دست دادن یک نفرشان؟ اگر اونها مطمئن باشد که میدانستند که این فلاکت هست، این وبا هست، به حرف جامعه شهروندی اپوزیسیون باور میکردند، شاید که این فلاکت بالای آنها هم نمی آمد یا کمتر می آمد. دوستان عزیز، حالا ببینید، بیاید مقایسه کنیم آمارها را، رقمها را. من بار دیگر تکرار میکنم، خدای نکرده به هیچ وجه هیچ کس خواستار پانیک و خواستار یک بسر و سامانی نیست. مردم نیاز به حقیقت دارند. انیق است که هیچ کس به این رقم 300 باور نمیکند. دوستان عزیز در حکومت، کسانی که کار میکنید، بیاید خودتون را بیشتر از این شرمنده و شرمسار نکنید. با من بچه ها وقتی که خواهش کردم تیار کردن فقط روی خط افراد شناخته کشور که تا امروز طبق تصدیق خودشان یا خش و توارشان گرفتار کرونا ویروس شدن، الکی از 300 گذشت. یعنی شما ببینید از کارمندان حکومت چند نفر در رسانه هست. پروکورور از دنیا گذشت، گایشنیک از دنیا گذشت، در ولایت ها گنرال ها 15-16 گنرال بستری هستند، معاون وزیر داخله بستری هست، نچلنیک اپرالینی ها بستری هستند. به یک گفته پروکورور گنرالی با خانواده‌اش در بیمارخانه یا کرانتین هست، گرفتار این بیماری هستند و ده ها صدها نفر فقط از کارمندان حکومت، ده ها نفر از شاعران و از آوازخوان‌ها، از سیاستمداران. اکبرشاه اسکندرов خداوند شفای کامل بتید، برادرمون رحمت الله ظاهر. خب اینا رو همش رو اگر روی خط کنید دوستانی عزیز، الکی از 300 گذشت. یعنی اون مردم عادی که در خانه ها مریضند، کسانی که اونها رو هیچ کس نمیشناسه، در دهها در همه جا در بیمارستان ها هستند، اونها رو هیچ کس حساب نکرده است. پس کی باور میکنه به این آمار 300 نفر؟ اگر شما حالا آمده گفتید که 30,000 نفر است، 300 نه 30,000، مگر یگون جای شما کم میشود؟ مردم با شما بیشتر باور میکنن، برای اینکه میبینن که شما حقیقت رو بیشتر گفته ایستادید. مردم خودش دیگر حس میکند این خطرناکی وضعیت را، جامعه جهانی درک میکند، کمک بیشتر به شما خواهند کرد. اما من نمیدونم که چرا شما این رقم 300 رو چسبیده، در صورتی که فقط در فیسبوک الکی 300 نفر از شخصیت‌های معروف مبتلا شدند، جدا از اون مردم عادی. یا فوتیدگان میگید 5 نفر. فقط از بدنه خود حاکمیت ده ها و شاید صدها نفر الکی فوتیدند، از کارمندان مقامات، نواربردار پرزیدنت، پروکورور، نچلنیک گایی، حالا شخصیت های دیگر، شاعران، نویسندگان. خب و این خبرهایی که هر روز به ما میرسد از مردم عادی. خود همین دیروز یک دوست ما رو در حصار برادرش فوتید. خب یک نفر دیگر در دم مرگ است از شناسای نزدیکمان. اینها در آمار شما نیستند. یعنی شماره فوتیدگان ده ها و شاید صدها مراتب بیشتر است. ما یک حساب کتابی از روی متدیک اروپایی، یک حساب کتاب متمتیکی رو دوستان ما در اینجا انجام دادن. من آگاهانه این ارقام رو اعلان نمیکنم، باز نگویم که این صلاحیت و وکالت اعلان چون رقم ها رو نداشتیم، درست هم میگویم. اما هیچ کس مانع نشده است که ما تحلیل کنیم. و چرا ما تحلیل نکنیم که یک تصوری واقعی به دست بیاد؟ شما ببینید که از همه دانشگاه قوی ترین که امروز دانشگاه علمی مستقل که با آمار کرونا ویروس سر و کار دارد، این دانشگاه هاپکینز است در امریکا که دقیقه به دقیقه آمار را پخش کرده است درباره کرونا ویروس. از روی تحقیقات هایی که ایشان انجام دادند، امروز درصد مردن، فوتیدن از کرونا ویروس بین 0.4 تا 1% است در سطح جهان. بعضی کشورها حتی تا 3% هم رسید. بعضی کشورها مثل آلمان 0.4% است. ولی حساب میانه در سطح جهان از 1% بیشتر نیست. خواهش میکنم دقت کنید. این درصد فوتیدگان، یعنی در تاجیکستان ما هم، بالاخره تاجیکستان ما هم مردمش
حالا اگر بسیار ایمونیتتشون ضعیف باشد ممکن همون حد اکثری 3% باشد، یعنی 3% فوتیدگان از حساب مبتلا شدگان که من به این باور ندارم، شاید که 1.5% حد اکثرش باشد. آمار دیگری که این دانشگاه و آلمانی ها هم این را تصدیق کردند که تا امروز همگی 10% مبتلا شدگان با ویروس شناسایی شدند. این در کشورهایی که خیلی پیشرفتند، برای مثال آلمان و کره جنوبی از همه آمار گذراندن تست رو دارند در سراسر کشور. اینها آمدن گفتن که حتی با وجود آن که همه را قریب تست کرده ایستادن، همگی توانستند 10% اهالی را کشف کنند که کرونا ویروس دارد. البته وقتی میگیم همه را تست کرده ایستادن، کسانی که مراجعت میکنند به دکتر و کسانی که مراجعت نمیکنند اونها رو تست نمیکنند. یعنی اینها اعتراف کرده ایستادن که ما همگی 10% مبتلا شدگان رو آشکار کردیم. پس شما تصور کنید با اون امکانیت‌های تیوی که در تاجیکستان هست که مردم وقتی که مراجعت میکنن به دکترخانه، دکتر رد میکنه، میگه جا نیست و بیاید در خانه طبابت بگیرید. حالا چند درصدی مردم را سنجش گذاروندن، تست کردن و چند درصد آشکار شد. من فکر میکنم که خیلی هم اگر خوشبین باشیم، حالا پایین را نگیریم، از همه بالا را بگیریم، شاید 3 تا 5% مبتلا شدگان در تاجیکستان امروز آشکار شده است. خب وقتی که این آمار رو در پهلوی هم میگذاریم که اگر 3 تا 5% آشکار شدگان باشد و اون هم دیگر در بیمارستان ها جا نیست، الکی نوارها رو میبینیم که بیمارستان ها قبول نمیکنن، میگن بروید در خانه ها، جا نیست دیگر. حالا ببینید که در شهر دوشنبه فقط در بیمارستان های شهر دوشنبه یک چیز نزدیک 5500 جای خواب هست. شاید که یک قسم از این کت‌های خواب در بیمارستان ها با بیماری های دیگر پر شدند، دیل، قند یا هر چیز دیگر. اما البته خبرها رسید که اکثریت را جواب داده ایستادند و بیشتر توجه بالای کرونا ویروس و کسانی که به اصطلاح پنیمونیا دارند به آنها روانه شده است. حالا وقتی که از 5500 جای خواب در دوشنبه فقط پر شده است، در ولایت سوق چقدر هست، در ختلان چقدر هست، این بیمارستان ها پر شدن. خبر آمد که در ناحیه حصار و در ترسون هم البته دیگر بیمارستان ها قبول نکرده ایستادن، جان نیست. یعنی در مجموع اگر ما بگیم که کل کشور یک چیز نزدیک 50000 یا 40000 جای خواب دارد در بیمارستان ها، اینا البته پر شدند. پس خودتان حساب کنید که چند هزار هست در تاجیکستان، منزل ها پر، خانه ها پر. من نمیگویم که شما اعلان کنید که همه تاجیکستان با کرونا ویروس گرفته شده است، اما اگر میخواهید که مردم فاصله را رعایت کنند، اگر میخواهید که مردم احتیاط کنند، مردم خودشون مسئولیتی بیشتر داشته باشند، بیاید به مردم واقعیت و حقیقت رو بیشتر بگیم. از این بیشتر دروغ گفتن، باور کنید مسئولین حکومت به نفع یگان نفر نیست، نه به نفع شماست نه به نفع جامعه. مردم شما را هم گناهکار نخواهد که شما کرونا ویروس رو به تاجیکستان آوردید یا اختراع کردید. نه، کرونا ویروس تمام جهان را گرفت. مردم شما را فقط به آن گناهکار میکنند که شما به اهمیتی کردید، به مسئولیتی کردید و سری وقت پیش ری کرونا ویروس را نگرفتید. مردم شما را متهم به آن میکنند که شما نوروز برگزار کردید. پرزیدنت به جای آنکه خطر و آگاهی سازمان جهانی بهداشت را جدی بگیرد، حرفای ما را جدی بگیرد، آمد به رقص و بازی به نوروزگذرانی مشغول شد که این باعث پهن شدن کرونا ویروس شد. چرا در ولایت سوخت از همه بیشتر ما امروز مبتلا شده را داریم؟ برای آنکه این بی اهمیتی، بی مسئولیتی و این جنایت در ولایت سوخت از طرف رهبریت کشور صادر شد و امروز مجبور هستند که دیگر برای این جنایت خود را پوشاندن پسی هم دروغ بگویند. اگر شما امروز دروغگویی را قطع کنید، مردم بله شما را جنایتکار میدونن، خواهید نخواهید شما جنایتکار هستید، اما میگن خب حداقل در یک مرحله آمدن انصاف کردن و از عقل و از فراست استفاده کردن. بنابر همین دوستان گرامی، من خواهش میکنم از همه، نه تنها از حکومت بلکه از جامعه شهروندی، از اپوزیسیون هم که تلاش کنیم حقیقت رو به مردم بگیم. بعضا آوازها باعث آن می شود و پنهان کردن این حقیقت ها از طرف حکومت باعث آن می شود که بعض نماینده جامعه شهروندی و اپوزیسیون هم اینها میرن سراغ آوازها و اخیراً برای مثال اگر حکومت جمهوری تاجیکستان اعتراف میکرد که یک هواپیمای با سفارش یا خواهش کدام سفارت خارجی که واقعاً
امروزا دقیق شد و رسانه‌های مستقل پیگیری کردند که این با خواهشی یا هماهنگی یکی از سفارت‌های مقیم در تاجیکستان آمده بوده است و من نام سفارت رو نمیگم فعلا. و این چی جای پنهانی داشت؟ اگر اعلان میشد دیگر ضرورت به این آوازها نمیبود که در این طایره، در این هواپیما کی سفر کرد، کی به خارج رفت. و این همه وقتی که رئیس جمهور 2 هفته شد پنهان است، با مردم صحبت نمیکند، طبیعی است که مردم فکر میکنند که میتواند این آوازه حقیقت باشد که شاید رئیس جمهور رو به آلمان برای تبابت بردن. امروز معلوم شد که نه، این چیز نبوده است. اما چی ضرورت بود این رو از مردم پنهان کردن و مشاور رئیس جمهور یا یاورش بیاد بگوید که این هواپیما کمک بشردوستانه را از خارج به تاجیکستان آورد، که واقعا یک خنده‌آور است که در یک هواپیمای TB VIP که آن هم نرخ اجارهش در اینترنت نشر شد که $5 میلیون هست که از طرف کشور علیحده برای چند مدت اجاره گرفته است، آیا برای بردن کمک بشردوستانه استفاده میشود؟ پس حتما در اونجا یک مریضیه بوده است، شاید یگان خارجی یگان نفره برای آوردن او رفتند. اما وقتی که حکومت خاموش بود این باعثی آوازه می شود. اینجا دیگر جامعه گناهگار نیست که این آوازه ها را حقیقت میپندارد، اینجا خودی حکومت گناهگار است که باعث می شود این گونه آوازه ها بیشتر شود. اما با وجود این هم من از دوستانی که دستن در کار رسانه ها هستند، با جامعه کار میکنن، خواهش میکنم که دنبال آوازه ها، دنبال هنگامه و سنساسیون نگردند. کافی هست که ما حقیقت رو به مردم بگوییم، این برای مردم کافی هست و هیچ ضرورت برای استفاده این آوازه ها و فرضیه و ورسیا ساختن از طرف ما و شما نیست. خیلی یک نکته مهم است دوستان عزیز، ما و شما وقتی که 10 تا از 10 سخنمون 9 تاش درست است و در یک جای اشتباه میکنیم، یک آوازه رو به جای حقیقت پهن میکنیم، این باعث میشود که خودی حکومت و اون فابریکه جواب همین یک اشتباه را که بازم در نتیجه آوازه های مردم با وجود آمده است این را دلیل میکند، میگوید که اپوزیسیا یا جامعه شهروندی، رسانه های مستقل دروغ میگن. من خواهش میکنم که در این شب و روز خیلی باید با مسئولیت رفتار کرد و همون کافی هست که ما حقیقت رو به مردم بگیم، مردم خودش اعتماد خواهد کرد. شما ببینید که امروز وقتی که رسانه های رسمی حکومت بیشتر دروغ میگن، مردم رو آوردن به شبکه ها، به رسانه های مستقل. همون شبکه ها یا رسانه ها سایت های اپوزیسیونی یا مستقل که به حکومت ربط نداشتن، تا همین یک چند روز حدی اکثر بینندهشون 40 50 60 هزار بود در یک روز. مثلا پیمان ملی تاجیکستان شاید که 20 تا 25% بیشتر نمی رفت، اما یک باره مردم رو آوردن به رسانه ها، شبکه های مستقل و مخالفین. چرا؟ برای آنکه دیدن که حکومت دروغ میگه و یک کم و بیشه که حقیقت هست، واقعیت رو میگن، باز هم رسانه های مستقل است. امروز درصد تماشابینان در یک روز از شبکه های مستقل تا 150 هزار شهروند تاجیکستان این را میبیند که رقمی کم نیست در مقایسه با رسانه های حکومتی که شاید همون اخبار رو از 5-10 هزار بیشتر و اونم باز کارمندان خودشان هست نبینن. پس این معنی را دارد که ملت دارد آهسته آهسته به جامعه شهروندی، به نیروهای اپوزیسیونی، به نیروهای مستقل، به رسانه‌های مستقل اعتماد بیشتر پیدا کرده است. من خواهش میکنم از همه برادران، از همه کسانی که با رسانه‌ها سر و کار دارید، با فکر و اندیشه مردم سر و کار دارید، اعتماد ملت را از دست ندهید، با مردم حقیقت را بگویید و تنها در اساس فکت و رقم‌ها و آمارهای واقعی سر و کار بگیرید. خب دوستان گرامی، در اینجا من یک نکته دیگر و یک مسئله دیگر رو هم میخواستم با شما صحبت کنم و بیشتر صحبتم با مقامات دولتی است. ببینید، مراجعت من به حکومتداران و کسانی که مسئولیت زندان ها را دارد این است که بلا فاصله الان شما یک راهی بسیار خوب دارید، هم سروزیر کشور، هم وزیر عدلیه، هم رئیس اداره زندان ها خود منصور جان عمرов که این مسئولیتی به واسطه را دارد، وقتی اون رسیده است که با یک درخواست رسمی از امام علی رحمانوف طلب کنند که با یک قرار خود زندانی ها را رها کند، اونهایی که از سن 50 بالا هستند. اگر سروزیر که رئیس ستاد هم هست این صلاحیت را نداشته باشد، حالا که من باوری دارم که اون صلاحیت را دارد، زیرا که با قرار خود ستاد
دانشکده ها را منع کردند، مکتب ها را منع کردند و تصمیم های دیگر گرفته شد. پس می توانند با یک قرار ستاد این تصمیم را بگیرند. اگر بالفرض که جرأت و جسارت را ندارند، وظیفه خود را انجام بدهند، هم در پیش قانون، هم در پیش ملت، هم در پیش وجدانشان که ما کار خود را انجام دادیم. یک درخواست رسمی بر اساس آنکه خانواده زندانی ها این درخواست را کرده ایستاده است، در اساس آنکه سازمان جهانی بهداشت کرده ایستاده است این طلب را، در اساس آنکه تجربه دیگر کشورها هست که زندانی ها را رها کردند، به خانه هاشون اجازه دادند و بگذار رئیس جمهور این تصمیم را بگیرد. اگر که نگرفت، خدای نکرده این وبا در داخل زندان ها فراگیر شد و این زندانی ها تلف یافتند، بداند که مسئولیت این جنایت ها، این کشتارها بر دوش همه شما خواهد بود. شما مسائل تکنیکی را خودتون ببینید. شاید با گذاشتن چیپ ها در دستشون، در پایشون، اینها میتونن در منزل ها باشند. چرا من این حرف را زودتر نگفتم؟ برای آن میترسیدم که هر چیزی را که ما درخواست کنیم، هر پیشنهادی را که ما اپوزیسیون کنیم، بخصوص اگر من این پیشنهاد را کردم، حکومت تاجیکستان شاید که برقصدانه برعکس آن کار کند. 2 روز پیش، 3 روز پیش نزدیکان این زندانی ها چه در داخل چه در خارج از من خواهش کردند که من یک آنلاین فوری در موضوع زندانی ها کنم و این طلب خود را بار دیگر تکرار کنم. اما من آگاهانه این کار را نکردم. چرا؟ چون میدانستم و فکر میکنم که اگر من این کار را کنم، حکومت جمهوری تاجیکستان برقصدانه و برعکس رفتار خواهد کرد. حالا که تمام رسانه‌ها در این باره نوشتند، خیش و تبارها گفته ایستادند، سازمان‌های بین‌المللی درخواست کرده ایستادند، فقط ما یک بار دیگر شما را گوشزد میکنیم که این کار را انجام دهید، چند فایده خواهید کرد. اول اینکه شما یک درخواست ملت را انجام داده ایستاده است، خواهش خیش و تبار را انجام داده ایستاده، بعداً خواهش جامعه جهانی را و طلب سازمان ملل متحد را انجام داده ایستاده که علاوه نسبت 15 نفر از زندانی‌های تاجیکستان قرار قبول کرد که شما باید فوراً آنها را انجام بدهید. و از همه مهمش یک مسئولیت انسانی خود را انجام داده ایستاده. شما میدانید که اگر زندانی‌ها و هر انسان دیگر هم در نزد خانواده باشد، غذای بهتر بخورد، طبابتی بهتر بگیرد، مقاومت بدنش به این ویروس کرونا قوی‌تر خواهد شد. اگر شما رها نکنید این زندانی‌ها را، پس معنی آن را دارد که شما دیده و دانسته آنها را به مرگ حواله کرده ایستادید و حکم مرگ آنها را صادر میکنید. حالا شاید که سروزیر این صلاحیت و این جسارت را نداشته باشد، اما در یک جایگی با وزارت عدلیه، با رئیس اداره زندان ها میتونن این کار را، این درخواست را از رئیس جمهور کنند. اگر کردید این کار را، مطمئن باشید که مسئولیت شما در پیش ملت انجام شده است. اگر نکردید، فردا حتما این ناگزیر است و این حتما انجام خواهد شد. شما در پیش ملت و از همه خطرناکش در پیش فرزندان این زندانی هایی که در نتیجه این سهلنگاری شما فوت می شوند جواب خواهید گفت. شما تصور کنید، حالا من مراجعت میکنم به منصور جان عمروف که یک تلفات بزرگ در خانوادهشان دادن. شما برادر خود را از دست دادید در نتیجه این کرونا ویروس و حالا امکان دارد که چند برادر دیگران را، پدر دیگران را، شوهر دیگران را نجات بدهید و این کار را نمیکنید. فردا این حکومت عوض می شود و حتما عوض می شود. حالا شما فکر میکنید که شما دائمی هستید، اما جهان، علم، منطق و ملت باور دارد که مدت زیاد نمانده است برای آنکه شما عوض می شوید. من 2-3 هفته پیش وقتی که درباره قیام ملی گپ زدم، خودم در اون شب و روزها فکر میکردم که قیام ملی ضرور هست، به این باور دارم، اما حالا دیرتر هست. اما با این وضعیتی که الان هست، با این فضا، با این بی‌صلاحیتی شما، من الکی نظرم این است که اون قیام ملی که دربارش صحبت میکنیم نزدیکتر آمده ایستاده است. اما حالا وقتی این صحبت ها نیست، حالا ما باید مسئله کرونا ویروس رو حل کنیم. ولی شما حتما عوض خواهید شد. وقتی که شما عوض میشوید، از قدرت میروید، از این شکوه و شهامت و از این حالتی که همه رو با ترس فشار آورده است دور میشوید، تصور کنید که اون فرزند زندانی که پدرش رو به خاطر شما شده از دست داد، نسبت شما چی کار خواهد کرد؟ چی فکر خواهد کرد؟ چه مناسبت خواهد کرد؟ حالا رئیس جمهور امام علی رحمانوف خودش هم چند بار گفته بود و بارها میگوید و به همه معلوم است که در اون روز شاید که اولین هواپیمای خصوصی خودش کشور را ترک کند، بلاروس یا خیتای برود. اما همه شما در یک هواپیما جا نمیشوید. 2 تا 3 تا هواپیما میتونید بروید. 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 2 تا 3 تا هواپیما میت
محترم سروزیر، محترم وزیر، محترم رئیس اداره، محترم همه محترم هایی که هسته در اونجا امروز در سر قدرت، جان و حیات یک عده از هموطنان، پدران، شوهران، برادران ملت، دیگر اعضای ملت در دست شما است امروز. اگر شما اونها را رحم کردید، نجات دادید از مرگ، بدانید که یک مقدار از جنایت هایتان کمتر کردید. مردم ملت شاید که امروز این را هم به نظر بگیرد، اما امروز دیده و دانسته وقتی که همه صدا بلند کرده شدند، فرزندان میگویند، سازمان جهانی میگوید، تجربه دیگر کشورها را داریم، حالا از همه آخر ما میگوییم. پس برای شما دیگه چی دلیل وجود دارد که شما این کار انجام ندهید؟ مگر یگان دلیل دیگر دارد که بگید که هیچ کس به ما نگفت، ما نمیدانستیم؟ امروز همه چیز را میدونید، همه چیز در اختیارتان هست و از فردا شروع کرده این زندانی ها را رها کنید. اونایی که از سن 50 بالا هستند بیان در نزد پدر و مادرشان تبابت بگیرند. مطمئن باشید که اینها علیه شما دیگر قیام نخواهند کرد. اینها همشون سن و سالشون بالا رفته است، پیر شدند، مریض هستند، دیگر در فکر قدرت و منصب نیستند. نه زید سیدوف، نه بزرگمهر، نه محمد علی، نه سید عمر، نه سیف الدوله، هیچ کدامی از اونها. کسی که در فکر، باز تکرار میکنم، تبدیل شما هست، انا همین مردم مهاجر است و مردم جوان هست و مردم غیور که آنها دیگر از شما نمیترسند، نه شما توانستید آنها را بشکنید. پس وقتی آن رسیده است که از روی عقل و از روی فراست، از روی منطق عمل کنید. باز تکرار میکنم به فایده خود شما هم هست و امید دارم که این دفعه این حرفای مرا همچنین یک حرف اپوزیسیا قبول نخواهید کرد که فقط برای منفعت خودش، برای رها کردن طرفداران خودش گپ میگوید. این دیگر صدای ملت است، صدای مردم است. بله، منم میخواهم که دوستانم، طرفدارانم آزاد شوند و اگر شما نکردید ملت این کارو حتما انجام خواهد داد، ولی ما میخوایم هر چیز زودتر شود، به دست شما شود که اونها هم بتوانند یک روز پیشتر نزد زن و فرزندان خود باشند. خب دوستان گرامی، من در اینجا صحبت امروزه خود رو به انجام میرسانم. انشاءالله که باز در روزهای بعدی، در اولین فرصت وقتی که باز موضوع برای صحبت پیدا شد، حتما در خدمت شما خواهم بود. خداوند یکایک ما و شما را در پناه اسمت خود نگه بدارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.